در مقامات اجرایی حاکم دولتی شهر خوجند با اشتراک رئیس شهر معروف محمدزاده، سردار شعبه شهری کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان بختیار عبداللهیف، سردار شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر خوجند پلکانیک میلیسیا عالم برهانیان، معاون رئیس شهر، سرداران شعبه و ساختارهای شهرداری، آموزگاران مؤسسات تعلیمی، فعالان محله ها و اهل جماعتچگی اوید به شرح و توضیح پیام نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامی رحمان با مجلس عالی ملاقات برگزار گردید. در جمع آمد نقطه‌های اساسی و محتوای پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامی رحمان با مجلس عالی از 26 دکبر سال 2019 به طور مفصل شرح و توضیح داده شدند. رئیس شهر خوجند معروف محمدزاده در برآمد خود از جمله تاکید داشت که در نظام معاصر دولتداری جمهوری تاجیکستان پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامی رحمان با مجلس عالی همچون سند مهم رسمی، برنامه‌ای و معین کننده بوده ifade روشنی رشد اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و سیاسی جمهوری تاجیکستان، برنامه مکمل فعالیت تمام نهادها و قطب‌نمای حرکت استوار جامعه ما به سوی آینده درخشان میباشد. طور معلوم است هدف اساسی پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و مجلس عالی این تامین زندگی ارزنده و شایسته به هر یک ساکن کشور میباشد و برای عملی گردیدن دستور سپارش در پیام منظور گردیده باید همه ما سرجم شده تدبیرهای ضروری را راه‌اندازی نماییم. محترم فعالان، حاضرین گرامی، واقعا پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سند مهم خودشناسی ملی و راهنمای زندگی جامعه است. چون پیام نوبتی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامی رحمان این نوبت نیز تحلیل همه جانبه تمام ساحه‌های خارجی خلق کشور و دورنمای مملکتمان را در بر گرفته همچون دستور فعالیت هر یک عضو جامعه برای سال‌های بعد محسوب می‌یابد. سپس سردار شعبه کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در شهر خوجند بختیار عبداللهیف بابت مسئله تروریسم و اکستریمیسم و پیشگیری شامل شوی شهروندان تاجیکستان به این گونه حزب و حرکت‌ها سبب و عامل‌های سر زدن این ظهورات نامطلوب در شعور شهروندان و عاقبت‌های ناگوار آن در زمینه پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و مجلس عالی برآمد پرمحتوا نمود. تروریسم، اکستریمیسم زبان، وطن، ملت، نژاد و دین ندارد. این بدبختی عالم شمول می باشد که با مقابل آن تمام ساختارهای دولتی، محلی و تشکیلات‌های جمعیتی باید یکجا مبارزه برند. با نظرداشت گفته‌ها یکی از مسائل داغدار روز تروریسم و اکستریمیسم در منطقه‌های گوناگون جهان دامن افراخته خطری بزرگی اجتماعی را به میان آورده است و برای امنیت دولت‌های علایده و منطقه واقعاً تهدید جدی ایجاد می‌نماید. راهبران تشکیلات‌های تروریستی محض تحت دینداری مردم جهانبینی پس سیاسی آنها را همچون زمینه استفاده برده غایه‌های افراطی را به مفکوره مردم وارد می‌سازند. کوشش می‌کنند که آنها را اداره نمایند و به منفعت‌های خود را به واسطه مردم گمراه عملی سازند. در انجام ملاقات از جانب اشتراکداران تاکید شد که دستور هدایت‌ها و مضمون و محتوای پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامی رحمان با مجلس عالی من بعد نیز در میان اهالی مورد شرح و بررسی قرار داده می‌شود.